بامداد خمار نوشته فتانه حادثه جوادی قسمت نهم. پدرم میفهمید که در مغز ما چه میگذرد. گفت توی دلت میگی این دعا که شر نیست، خیلی هم خیر است، درسته؟ ولی من دعا میکنم که 100 سال عمر کنی و هر روز بگویی غلط کردم تا عبرت دیگران شوی. حالا برو. نزدیک در رسیده بودم که دوباره پدرم صدایم زد. این که اسمم را ببرد نه، فقط گفت صبر کن دختر. بله آقا جان. تا روزی که زن این جوان هستی نه اسم مرا میبری نه قدم به این خانه میگذاری. فقط گفتم خداحافظ. به سلامت. برخلاف رسوم متداول آن زمان که دخترها هنگام ترک خانه پدر گریه میکردند، هیچ یک از ما گریه نکردیم. گریه مال عروسهایی بود که در آن دل همه خون نباشد. خجسته و نزهت مرا بوسیدند. سوار کالسکه پدر شدیم. کروک کالسکه را کشیده بودند. یا به علت شرمندگی پدرم یا به دلیل خنکی هوای پاییز. دایه مقداری شیرینی و قند و یک قابلمه بزرگ غذا در کالسکه گذاشت و خودش هم سوار شد. وقتی مادر رحیم خواست سوار شود، رحیم خم شد و گفت نه جا نیست، برو خونه. مادرش گفت آخه امشب شب عروسی توه. باز همون لبخند تمسخرآمیز بر لبان رحیم نشست. برای همین میگم برو خونت دیگه مادر. باز خاری در دلم خلید. خوشم نیامد. در برابر چشم دایه مثل دو مجسمه مؤدب و دست به زانو نشستیم. به دستور دایه کالسکه از چند خیابان و یکی دو کوچه گذشت و در محله نسبتاً شلوغی مقابل یک خانه کوچک ایستاد. دایه کلیدی از جیب بیرون کشید و در چوبی سبزرنگ کوچکی را گشود. وارد دالان باریکی شدیم. سمت راست دالان مستراح بود. وقتی دالان به انتها می رسید با یک پله به حیاط مربوط می شدند. هیزم اندکی در گوشه انبار قرار داده بودند. دست راست در کمرکش حیاط دهنه تاریک معبری بود که سقف ضربی از آجر داشت. این دهنه باریک با یک چند پله به مطبخ کوچک دود زده‌ای می رسید. میان حیاط حوض کوچکی با آب سبز رنگ لجنبسته قرار داشت. روبروی در ورودی پلکانی از گوشه حیاط بالا می رفت و به ایوان کوچکی منتهی می شد با 2 اتاق. یکی بزرگتر که اتاق اصلی بود و به اصطلاح اتاق پذیرایی محسوب می شد و با دری به ایوان باز می شد و از درون به اتاق کوچکتری راه داشت که اتاق خواب و صندوقخانه ما شد. این اتاق پنجره‌ای رو به ایوان داشت. ولی برای رفت آمد به آن باید از اتاق اصلی که من به آن تالار می گفتم عبور کرد. چه تالاری؟ 4 متر و نیم در 5 متر. کف اتاقها را دایه با قالی خرسک من فرش کرد و مخده‌ها را کنار دیوار اتاق بزرگتر جا داده بود. پرده گلدار نسبتاً زیبا ولی ارزان قیمتی آویزان کرده بود. در اتاق کوچکتر جنب تالار فرو رفتگی در دیوار وجود داشت. دایه جلوی آن را نیز پرده آویخته و صندوق لباسها و وسایل مرا مثل اینکه جای گنجه‌ای بود که هرگز نصب نشده بود در پشت آن قرار داده بود. روی تاقچه پیش بخاری انداخت و آن را با سلیقه از وسط جمع کرد و سنجاق زیبایی به آن زده بود به طوری که شکل پروانه به خود گرفته بود. روی آن بالای تاقچه یک چراغ لاله و یک آینه کوچک و شانه گذاشته بود. من عروسی بودم که حتی آینه و شمعدان نداشت. لاله دیگر در اتاق بزرگتر یا به قول من حسرت زده در تالار بود. در این اتاق پذیرایی نیز 2 پنجره رو به ایوان در 2 طرف در ورودی قرار داشت. یک باغچه کوچک 2 متر در 1 متر در کنار حوض بود. خشک مثل کویر. تمام وسعت آن خانه به 150 متر نیز نمی رسید. دایه خانم اساس را از کالسکه پیاده می کرد و در آشپزخانه یا اتاق پذیرایی می گذاشت. من پا به حیاط گذاشتم و مات و مبهوت به در و دیوار خیره شدم. تمام این خانه به اندازه حیاط خلوت خانه پدریم نیز نمیشد. آن عروسی فقیرانه و این خانه محقر و آن روز سخت و دردناک که روز ازدواج من بود مرا از پا افکنده بود. آبنبار کوچکی درست زیر اتاق بزرگ قرار داشت و من می‌ترسیدم که سقف آبنبار که کف اتاق بود فرو بریزد و ما را در کام خود بکشد.
خسته در کنار دیوار ایستاده بودم و به کف آجری و در و دیوار حیاط که در سایه روشن اول غروب غریب و غمبار می نمود چشم دوخته بودم. بر راهویی بودم که در دشتی خشک و غریب تنها و سرگردان مانده و در پشت سرش شکارچی و مقابلش تنها و دل شکسته بودم. گله‌مند از پدرم، از مادرم و از دنیا، سرزمینی مرموز و ناشناخته گسترده بود. دلم میخواست رحیم نیز کنار من باشد، ولی او درگیر رفت آمد و کمک به دایه جان بود. این خانه که برای او نیز تازه بود، ظاهراً در چشم او جلوه دیگری داشت. از اتاق خارج شد. متوجه من شد که کز کرده بودم و هنوز در گوشه حیاط به دیوار تکیه داده بودم. کنارم اومد و دست راست رو بالای سرم به دیوار تکیه داد و مرا در سایه وجود خودش قرار داد. اولین دفعه‌ای بود که آن موهای پریشان و آن لبخند شیطنت آمیز را این همه از نزدیک می دیدم. پرسید: چرا اینجا ایستادی؟ بفرمایید توی اتاق. شب رو تشریف داشته باشید. لبخند زد و دندانهای سفید و محکمش پدیدار شدند و باز دل من ضعف رفت. انگار هر آنچه اندوهبار بود با جریان ملایم همچون مه در زیر تابش نور خورشید محو و نابود شد. چنان بر من و بر روح من استیلا یافته و زلالی از قلبم شسته شده بود که با یک نگاهش، با یک لبخندش، با یک کلامش به زانو در می آمدم. اگر لازم می شد یک بار دیگر می جنگیدم. بار دیگر شکوه و جلال جشن‌های مجلل ازدواج را زیر پا می‌گذاشتم. در یک آلونک خانه می‌کردم، ولی به شرط اینکه این مرد اینگونه برابرم خیمه بزند و بر سرم سایه بیفکند. حالا متوجه می‌شدم که او یک سر و گردن از من رشیدتر است. گرچه دایه سفره را گسترده و بر آن بساط شام را چیده بود، دیگر گرسنه نبودم. دلم نمیخواست شام بخورم. دیگر حتی حضور دایه را نیز نمیخواستم. فقط تنهایی را میخواستم و فقط رحیم را میخواستم. از شوخ طبعی او لذت میبردم. حالا دیگه بوی چوب نمیداد، ولی زلفاش همچنان پریشان بود و چشمانش همان چشمانی بود که چنان برقی از آنها ساطع میشد که وجود مرا تسخیر میکرد. تنها حضور او در کنار من به قلبم آرامش میبخشید و آلام مرا تسکین میداد. انگار خبر خوش و مژده شادی بخش شنیده باشم. خوشحال میشدم. رحیم دوباره پرسید: امشب سر ما منت میگذارید؟ سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمهایم را بستم و گفتم: امشب و هر شب. سرش را به عقب انداخت و به قهقه خندید. شیفته تر شدم. دایه لاله ها را روشن کرد و در تاقچه اتاقها گذاشت و ما را برای خوردن شام صدا کرد. بعد از مدتها تونستم یک شکم سیر غذا بخورم. نمیدونم به خاطر اون بود که فشار پدر و مادرم از سرم برداشته شده بود و از قفسی که در اون تحت نظر بودم رها شده بودم و مسیر زندگیم به اختیار خودم واگذار شده بود، یا به دلیل اینکه به اون چه میخواستم رسیده بودم. حال پرنده ها رو داشتم. دایه از جا برخاست و دل من فرو ریخت. گفت: محبوب جان، من باید برم. میدونی که منوچهر بهانه مرا میگیره. خانم گفتن زود برگردم و به اون برسم. آخه خانم جانت خیلی خسته هستن. مادرم خسته بود؟ برای عروسی دخترش زحمت کشیده بود؟ چه کرده بود؟ چه گلی به سر من زده بود؟ حالا دایه را هم احضار کرده بودند؟ آن هم در شب زفاف من، شبی که خانواده عروس تا صبح در خانه او میماندند و او را تنها نمیگذاشتند. ولی در نظر پدر و مادر من رحیم شوهر من آنقدرها ارزش نداشت. در نظر آنها او باید مرا به هر صورت که بودم قبول میکرد و روی سر خود میگذاشت. حتی اگر معلوم میشد دست گل به آب دادم و 2 بچه هم دارم، باز رحیم مرا با منت میپذیرفت. مرا این تافته جدا بافته را. بنابراین حتی حضور دایه نیز غیر ضروری بود. با رنجش از جا برخاستم و گفتم: میرم دستامو بشورم. دایه از پلا پایین دوید و با پارچ از پاشیر آب آورد. آب حوض کثیف و لجن گرفته بود. میدونست که با آن دست نمیزنم. رحیم هم همراهم آمد. دایه آب ریخت و ما دست و دهانمان را شستیم و خشک کردیم. رحیم رفت تا چراغ بادی را روشن کند و روی پله دالانی بگذارد که به در کوچه منتهی میشد تا دایه هنگام رفتن جلوی پای خود را ببیند. بیچاره فیروزخان گرسنه و تشنه توی کالسکه منتظر دایه بود. با وجود اصرار من، دایه جانم لازم ندیده بود که به او شام بدهد و گفته بود: چه خبر است؟ لازم نیست اول قورم شاب بخورد.
میرود خانه شامش را میخورد. دیر که نشده؟ نترس، از گرسنگی نمیمیرد. دایه مرا از پله بالا و به اتاق تالار برد و در آنجا در بین آن اتاق و اتاق کوچکتر را که هجله زفاف من نیز بود گشود. رخت خواب ساتن صورتی را روی زمین پهن کرده بود. هر دو چراغ لاله را که شمع در آنها میسوخت به آنجا آورد و در دو طرف تاقچه نهاد. دایه دست مرا گرفت و گفت بشین. تنم می‌لرزید. چهره‌ام به سوی در بود. روی لحاف دو زانو نشستم و دستها را بر زانو نهادم. مثل مرغ سرکنده بودم. انگار میان دود و مه احاطه شده بودم. منتظر ناشناخته‌ای بودم که جاذب و موحش بود. تنها بودم. بیکس بودم. طرد شده بودم. با این همه به تنها پناهی که بعد از این در زندگیم داشتم دل سپرده و امیدوار بودم. دایه 60 تومان در کف دست من نهاد و گفت خودت خرجش کن. این را آقا جانت دادن تا به تو بدهم. مکسی کرد و افسود سفره را جمع کردم ولی فرصت نکردم ظرفا رو بشورم مادر. خانم جان منتظر است. گفتن زود برگردم. شوهرت ماشالله مقبول است ولی چاک کار را از اول بگیر. مبادا یادت برود که خودت کی هستی یا کوتاه نیا. دلم میخواست امشب اینجا بمانم مادر. خانم جانت اجازه ندادن ولی مرتب میام و بهت سر میزنم. نمیفهمیدم چی میگوید. گیج بودم. منگ بودم. هول بودم. مثل مستها سکندری میخوردم. انگار خواب میدیدم. گفتم این را بده به فیروز خان و 2 تومان کف دستش گذاشتم. گفت زیاد مادر. گفتم عیبی ندارد. این هم برای خودت. 3-4 تومان هم به خودش دادم. تعارف کرد. نمی گرفت. اصرار دادم. پیشانی مرا بوسید و از جا بلند شد و از در بیرون رفت و آن را بست. بعد صدای در تالار را شنیدم که بسته شد. سپس صدای پای او را بر پله ها و صحبتهایش را با رحیم که می گفت جان شما و جان محبوبه و خداحافظی کرد و رفت. صدای کشکش قدم ها، صدای بسته شدن در کوچه، صدای پای اسب‌ها و چرخ‌های کالسکه را شنیدم که در خانه بزرگ پدری هرگز شنیده نمی‌شد. چقدر این خانه به کوچه نزدیک بود. دایه رفت. گذشته من رفت. زندگی بیخیال و کودکانی من رفت. باید ول کنم. باید این فکرها را از سر بیرون کنم. در این خانه تنها ماندم. با رحیم که نمیدانم کجاست. که نمیدانم چرا نمیآید. آخر کار خودم را کردم. این چه کاری بود که کردم؟ این اتاق کوچک که با تعجب به دور و بر آن نگاه می کنم خانه من است؟ آخ مادرم را می خواهم. آقا جان را. خجسته را که با هم کتک کاری کنیم. منوچهر را که با او بازی کنم. دایه جانم را. دده خانم را. فیروز خان حاجلی را که نفهمم که صبح می شود و که شب. حالا با این همه ظرف که در مطبخ تلمبار شده چه کنم؟ کی و چطور غذا پخته می شود؟ کی سفره را پهن می کند؟ کی جمع می شود؟ وای خدایا چه کار کنم؟ نه نباید گریه کنم. دلم میخواد همه اینها را در خواب دیده باشم. صبح که بیدار می شوم در خانه خودمان باشم. آه. صدای پای رحیم است که از پله بالا می آید. چقدر خوب است که زنش شدم. چقدر خوب است که اینجا هستم. در تالار باز و بسته شد. زندگی در خانه پدرم چقدر سوت و کور بود. بی‌مزه بود. در اتاقی که در آن نشسته بودم گشوده شد. خانه پدرم دور شد. همه چیز از یادم رفت. در میان در اتاق رحیم ایستاده بود. به چارچوب در تکیه کرده بود. با دست چپ چراغ بادی را که از حیاط آورده بود بالا گرفت. من همچنان نشسته بودم ولی سرم را پایین نینداختم. نور چراغ که بر چهره او افتاد بیشی از نیمی از آن را روشن کرده بود. زلف‌های پریشانی بر پیشانیش قرار داشت و نیمی از آن روشن‌تر از نیمه دیگر بود که در تاریکی مانده بود. نور بر او میتابید و گردن و سینه او را که از یقه باز پیراهنش دیده میشد روشن میکرد و من پوست تیره و مسحور او شده بودم. انگار مجسمه‌ای رگ‌های برجسته را که از عضلات محکم مردانه او بیرون زده بود تماشا می‌کردم. انتخاب خوبی کرده بودم. همان لبخند جذاب و شیطنت‌آمیز بر لبانش بود و گفت بالاخره. سر به زیر افکندم. گفت نه بذار یه دل سیر تماشات کنم. باز سر بلند کردم و لبخند زدم. ایستاده بود و به دقت تماشا می‌کرد. آهسته گفت تمام شب‌هایی که راحت خوابیده بودی میدونستی چی بر من میگذره؟ با تعجب گفتم راحت خوابیده بودم؟
بی اراده دستها را به سویش دراز کردم و ادامه دادم. التماس میکردم خدایا اونو به من بده. هر شب دستهایم با آسمان دراز بود. به درگاه خدا التماس میکردم. خدایا اونو به من بده. منو به اون برسون. آهسته وارد شد و در را بست. چراغبادی را بین دو لاله قدیمی توی اتاقچه گذاشت و من همانطور که نشسته بودم به سوی او چرخیدم. مثل کسی که با خودش حرف میزند گفت من که نمیفهمم چه کردم. چه ثوابی به درگاه خدا کردم که تو رو به من پاداش داد. هنوزم گیج هستم. انگار خواب میبینم. میترسم که بیدار شوم. آخه چی شد که از آسمون به دامان من افتادی محبوبه؟ که هر روز مثل قرص قمر بر در دکان تاریک من ظاهر شدی که نفسم را بریدی دختر. بعد از ماه‌ها چشمانم را بستم و سرخوش از ته دل خندیدم. عمه جان ساکت شد. خسته بود. روحن و جسمن. سودابه آهسته از جا برخاست. به آشپزخانه رفت تا یک لیوان شیر گرم برای عمه جان بیاورد. مخصوصاً تأخیر می‌کرد. ساعت 5 بعد از ظهر شده بود. وقتی برگشت عمه جان روی صندلی خوابش برده بود. سودابه لیوان شیر را روی میز گذاشت و اندوهگین به باغ خیره شد. عمه جان از خواب پرید. سودابه لیوان شیر را به دستش داد. بخورید عمه جان. اگر خسته شدید باقیش بماند برای فردا صبح. نه دخترم، فقط همین امشب حالش را دارم. اشتیاقش. نه جانم، خسته نیستم. قصه 1001 شب که نیست که هر روز برایت بگویم. ساکت شد و در حالی که جرعه جرعه شیر را می نوشید با افسوس انگار با خودش صحبت می کند آهسته و زیر لب گفت گرچه دست کمی هم از 1001 شب ندارد. عمه جان لیوان را به دست سودابه سپرد و ادامه داد. کجا هستم؟ صبح شده؟ سماور قلقل می کند. خسته هستم. آفتاب بالا آمده. چقدر روشن است. بوی نان تازه. باز خوابم میاد. حالا زود است. صبر می کنم تا دایه جان بیاید و بیدارم کند. ناگهان بیدار شدم. اینجا هستم. خانه رحیم. خانه خودم. زن رحیم هستم. پس چه کسی سماور رو روشن کرده؟ در جای خودم غلط خوردم و از پنجره به آسمان خیره شدم. در باز شد و رحیم وارد شد. بلند نمیشی تنبل خانوم؟ خندیدم. وای، آنقدر گرسنه هستم که نگو. میدونم، سماور روشنه. ناشتایی آماده است. وای، من میخواستم بلند شم. نمیخواد شما بلند شی خانم نازنازی. من سماور رو روشن کردم. نون تازه هم برات خریدم. ظرف‌هارم شستم. با شرمندگی گفتم ظرفا رو خدا مرگم بده. خدا نکنه عزیزم. 2 ساعت به ظهر بود که برای خوردن ناشتایی از اتاق کوچک بیرون آمدیم. سماور از جوش افتاده بود. تکه‌ای از نان 2 آتشه بود ولی پنیر مانده بود. بوی نامی داد. سنگک را برداشتم. رحیم، این که بوی نامی دهد. خندید. بده ببینم. پنیر را بو کرد. پنیر به این خوبی؟ خودم صبح خریدم. کجاش بوی نامیده؟ بخور ناز نکن خانوم. منم خندیدم. کاش یکم پنیر از خونه آقا جانم آورده بودیم. پنیر دیگه چه فرقی میکنه؟ تا 3-4 روز سر کار نمی رفت. با این همه رفته بود و دکان تازه را دیده بود. می گفتم رحیم جان سر کار نمیری؟ می گفت بیرونم می کنی؟ وای نه به خدا، ولی دکانت چه می شود؟ اول باید کمی وسیله بخرم. ابزار کار ندارم ولی انشالله جور میشه. دوان به اتاق خوابمان رفتم و برگشتم. بیا این 54 تومن رو بگیر. آقا جانم داده بودن. کارت را میفته؟ راه که میفته ولی پولت باشه برای خودت. آقا جانت برای تو داده. گفتم من و تو که نداریم. انشالله کارت که رو به راه شد 2 برابر پس میدی. خندید و پول را به طرف من هل داد. از من اصرار و از او انکار. عاقبت پول را برداشتم و گفتم اگه قبول نکنی میریزم توی اجاق. قیافم چنان معصوم بود که گفت من از تو لجبازتر ندیدم دختر. و پول را از دستم گرفت و دستم را چنان فشرد که از درد و شادی فریاد زدم. انگشتانم را بوسید. کمی مکث کردم و با تردید گفتم رحیم، فکر نظام نیستی؟ با تعجب پرسید
فکر نظام؟ آره، نمیخوای توی نظام بری؟ مگه نمیخواستی صاحب منصب بشی؟ ناگهان به یادش اومد. چرا؟ البته. کمی فکر کرد و اضافه کرد. ولی اول باید به این دکان سر و سامان بدم. خیالم از جانبش آسوده شود، بعد یک نفر را میگیرم که جای من آنجا بایستد. با همان نگاه شوخ در چشمانش خندید. البته اگر عاشق پیشه از آب در نیاید. و خودم میروم نظام. آره، شاگرد میگیرم. یک شاگرد نجار. هر دو خندیدیم. راهچای خانه‌داری را بلد نبودم. کار کردن را بلد نبودم. بدتر از همه خرید کردن را بلد نبودم. از رفتن به در دکان بقال و قصاب و نانوا عار داشتم. صبحها او زود از خواب بیدار می شد. نان می خرید و سماور را روشن می کرد و بعد تا من رخت خوابها را جمع کنم ظرفها را می شست. من باز هم آرم می آمد. دلم نمی خواست شوهرم ظرف بشورد. دلم می خواست کلفت داشتیم. نوکر داشتیم. ولی مگر می شد. زندگی واقعی چهره نشان می داد. زندگی فقط آواز قمر نبود. کاغذ پراکنی از سر دیوار نبود. دیگر نگاه‌های دزدانه و عاشقانه و آهای جگرسوز حافظ نبود. لیلی و مجنون نبود. این هم بود. نان و گوشت و آب هم بود. عرق ریختن و نان در آوردن، جان کندن و خانه‌داری کردن، شستن، پختن و روفتن. با این همه زندگی در کنار او شیرین بود. سهل و ممتنع بود. وقتی مرا در مطبخ می‌دید، در آن مطبخ گود افتاده تاریکی که در تدارک غذای ظهر بودم میگفت مثل مرواریدی هستی که توی زغالدانی افتاده است. یا این که میگفت نمیخواهم خراب شوند. نهار درست نکن محبوب جان، حاضری میخوریم. حیف از این دستهایت است. من تشویق میشدم. از سختی‌های کارم برایش نمیگفتم. به هیچ وجه اجازه نمیداد ظرف بشویم. هر وقت از سر کار برمیگشت بعد از خوردن غذا تمام ظرفها را میشست. میگفت دستت خراب میشود، قوزت در میآید. با این همه تازه میفهمیدم جارو کردن حیاط، پختن غذا، رفت و رو به خانه یعنی چی. کار جزئی خانه برای من عذاب و اکراه داشت. از سر و صدای بچه‌های محل و گفتگوی پر سر و صدای همسایگان زجر می‌کشیدم. خانه پدرم چنان بزرگ بود که هرگز هیچ صدایی به درون حیاط و ساختمان‌های باشکوه آن نفوذ نمی‌کرد. مثل این خانه به اندازه پوست گردو نبود. چرا این محله اینقدر شلوغ و پرهیاهو بود؟ فریاد گوشخراش آب حوضی، صدای لبو فروش، فروشندگان دورگرد، صدای لباس، کفش، پالتو، کت کهنه می‌خریم، صدای جیغ و داد بچه‌ها، رفت آمد و گفتگوی آبرین و گاه صدای سم اسب‌ها و چرخ درشکه‌ها یا گاری‌ها. من همیشه گوش به زنگ تشخیص این صداها و قیاس آن با محله خودمان بودم. بدترین مرحله کشیدن آب و حوض و شب‌هایی بود که نوبت ما بود. میرا به محله می آمد و سر و صدا و احیانا جنگ و دعوای همسایه‌ها بر سر آب آغاز می شد. من در رخت خواب می ماندم چون هوا کم کم سرد شده بود. لحاف را تا زیر گلو بالا می کشیدم و به گفتگوی میرا به محله با رحیم و صدای رفت آمد و آب انداختن به آب انبار و حوض و بقیه چیزها گوش می دادم. بعد رحیم می آمد. دستها را به هم می مالید و می گفت اوه هوا داره سرد میشه. مگه چی کار میکردید؟ چقدر برو بیا و سر و صدا بود؟ به، چه سر و صدای خانم جان؟ تو چقدر از مرحله پرت هستی؟ این محله که خیلی خوبه جانم، باید محله ما رو میدیدی. نمیپرسیدم محلهشان چه خبر بوده است. اصلا نمیخواستم بدانم. خیالم راحت میشد که رحیم با زرنگی هم حوض را آب کرده بود، هم انبار را. حالا هم سرد و یخ کرده از هوای پاییز پیش من برگشته. قصه دیگرم حمام بود. اینجا حمام سرخانه نداشتیم. باید مثل دایه جان و دده خانم اسباب حمامم را زیر بغلم میزدم و با خودم میبردم. کسی هم نبود که بخچه و اسباب حمام مرا به حمام ببرد. وقتی میخواستم به حمام بروم از روز قبل عزا میگرفتم. بخچه حمام را خیلی کوچک و مختصر میبستم تا بتونم اون را زیر چادرم بگیرم. زود میرفتم و کارگر میخواستم. اینجا مثل محله خودمان سرشناس نبودم. کارگرها دیگران را به خاطر گل روی من کنار نمیگذاشتند. باید منتظر نوبت میشدم یا خودم را میشستم. اینجا دیگر کسی تملق مرا نمی گفت. مشت و مال و ناز و نوازش در بین نبود. از ترشی و گوش کوبیده شب مانده خبری نبود.
هر وقت رحیم به حمام میرفت من خواب بودم و قبل از اینکه من بیدار شوم بازگشته بود و من خوشحال بودم چون دلم نمیخواست او را اینطور بغچه به بغل در راه برگشت از حمام ببینم. به یاد حاج علی میافتادم. مشکل بعدی شستن رخت و لباس بود. اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. تمام لباسهایمان کثیف شد و گوشه صندوقخانه اتاق روبرویی بغل در حیاط تلمبار شده بود. اولین ماهی که دایه آمد و 30 تومان مرا آورد گفتم دایه جان بگو رختشویی خودمان بیاید هر 2 هفته یک بار. با نگرانی گفت نه جانم او که این همه راه را تا اینجا نمیاد تا به اینجا برسه ظهر شده. فهمیدم که صلاح نمیداند او وضع زندگی مرا ببیند. پس چه کار کنم دایه جان؟ خودم یکی را در همین حول و حوش پیدا می کنم. باید به دکاندارها بسپارم. آن روز دایه جانم لباسهای ما را شست و تا قبل از پایان ماه توانست زنی دراز و لاغر و پرکار را پیدا کند. اسمش محترم بود و 15 روز یک بار می آمد تا لباسهای ما را بشوید. رحیم کاری به این کارها نداشت. عاقبت بعد از 30 روز مادر رحیم به دیدن ما آمد. زن بامزه و بزلگویی به نظرم رسید. گرچه اصلا قابل مقایسه با خانم جان خودم یا حتی خاله و زنم و عمه جانم نبود. حرکاتش تند و زبر و زرنگ بود. با اصرار از من میخواست کمکم کند. گفتم خانم به خدا کاری ندارم. فقط اینو که پا میروم برای ظهر خرید میکنم و برمیگردم. به اصرار پول را از من گرفت و خودش برای خرید رفت. من نفسی راحت کشیدم. از خرید کردن بیش از هر کاری عار داشتم. برنج و روغن را دایه از خانه پدرم آورده بود ولی سبزی و گوشت خریدن برایم عذابی بود. چادرش را به کمر بست و همه چیز را شست و آماده کرد و مرتب گذاشت. من بدم نمی آمد ولی مرتب تعارف می کردم. بعدش چه؟ باید دوباره سبد می گرفتم و به کوچه و خیابان می رفتم. این هم برای 2-3 روزمان. رحیم آمد و هر سه با هم نهار خوردیم. مادر شوهرم با من مهربان بود. بی نهایت به او احترام می‌گذاشتم. همانطور که مادرم رفتار می‌کرد. همانطور که به من یاد داده بودند. بعد از چای عصر مادر شوهرم چادر بر سر افکند که برود. خواستم به همراه رحیم تا نزدیک در کوچه همراهش بروم. تعارف کرد و چون اصرار کردم به جان پدرم قسم داد که نه محبوب جان. جان آقا جانت نیا من ناراحت می‌شوم. با رحیم تا وسط حیاط رفتند ولی جلوتر نرفت. همانجا ایستاده بود و با رحیم پچ میکرد. خیلی آرام و آهسته. رحیم کلافه بود. با عصبانیت دست تکون میداد. به چپ و راست میرفت. به پنجره اتاقی که من در آن بودم اشاره میکرد. حتی یک بار تا نزدیک پله آمد و دوباره برگشت. در نهایت مادر شوهرم انگشت اشاره را با عصبانیت به سوی او تکان داد. انگار تهدیدش میکرد. کم کم صدایشان بلند میشد. فقط شنیدم که رحیم میگفت صدایت را بیار پایین میشنوه. دوباره نجوا کنان شروع به جدال کردند و بعد ناگهان مادر شوهرم مثل برق چرخید و با عصبانیت به سرعت به طرف در حیاط رفت و از در خارج شد و آن را محکم پشت سرش به هم زد. رحیم وسط حیاط انگار خوش شده بود. مدتی ایستاد و به سوی در کوچه خیره ماند. بعد سر را پایین انداخت و به فکر فرو رفت. آن وقت آهسته آهسته به سوی تالار، همان تالار کوچک و محقرانه به راه افتاد و سرافکنده از پله ها بالا آمد. چی شده رحیم؟ هیچ، مگر قرار بود چه شود؟ نه ولی مثل این که با مادرت جر و بحث داشتید. نه، داشتیم خدافزی میکردیم. با خنده گفتم این رسم خدافزی است؟ ولم کن محبوبه، تو دیگه دست از سرم بردار. کلافه بود. یه جا بند نمیشد. سکوت کردم. با عتاب و خطاب صحبت نمی کرد. انگار التماس می کرد آزارش بدهم. هر گرفتاری بود یا خود به تنهایی آن را حل می کرد یا عاقبت برای درد دل به سویم پناه می آورد دیگر. تا شب حالت طبیعی نداشت. شام می خوری؟ نه، میل ندارم محبوب. تو تنها بخور. تاقچه جلوی پنجره اتاق فقط نیم متر تا زمین فاصله داشت. رحیم رفت و لبه تاقچه پنجره نشست. آرنج ها را به زانو تکیه داده بود و سر به زیر انداخته بود. چه فکری اینطور آزارش میداد؟ مادرش چه گفته بود؟ حتما به من مربوط میشد. آخر رحیم گفت میشنود. حتما منظورش من بودم. لابد من بودم که نباید میشنیدم. رفتم کنار پایش روی زمین نشستم. رحیم جان، اگر تو شام نخوری منم نمیخورم. بگو چه شده؟
موضوع مهمی نیست. خودم یه کاری میکنم. خب بگو بدونم. من کار بدی کردم؟ سر بلند کرد و لبخند محزونی به رویم زد و پرسید مگه میشه تو کار بدی کنی؟ پس چی؟ چی شده؟ چرا نمیگی؟ آخه میترسم ناراحت بشی. خودم یه فکری براش میکنم. دیگه داشتم دیوونه میشدم. یعنی چی؟ برای چی فکری میکند؟ چه مسئله‌ای که اینقدر زجرآوره که شنیدنش مرا نیز ناراحت میکنه؟ با بی‌طاقتی پرسیدم رحیم، من که دیوانه شدم. تو رو به خدا بگو چی شده؟ به خدا ناراحت نمیشم. اینطوری بیشتر زجرکشم میکنی. چرا حرف نمیزنی؟ مکسی کرد و به کف دستش خیره شد. انگار خجالت میکشید چیزی بگه. عاقبت با صدایی که به زحمت از گلوش بیرون میآمد گفت من چیزی از کسی قرض گرفتم. یعنی من نگرفتم. مادرم برام گرفته. حالا طرف مالشو میخواد. دلم کمی آروم گرفت. خب این که چیزی نیست. مرا ترسوندی. مالش رو پس بده. حالا مگه مالش چی بوده؟ به کف اتاق خیره شده بود و انگشت‌ها و دست‌هاش رو در یکدیگر فرو برده بود. گوشواری که سر عقد به تو دادم. انگار کاسه آب سردی بر سرم فرو ریختند. یخ کردم. وا رفتم. جلوی خودم را گرفتم تا آه از نهادم بر نیاد. مدتی سکوت برقرار شد. آهسته و شرمنده ادامه داد. میخواستم پول جمع کنم و پولش رو بدم. ولی مادرم میگه نمیشه. یارو خود گوشواره رو خواسته. محبوب، من بهترشو برات میخرم. از دلم خون میچکید. چنین روزی رو به خوابم نمیدیدم. با این همه دلم به حالش سوخت. انگار غرورش مثل شمع قطره قطره آب میشد و بر زمین میریخت. دست روی زانوش گذاشتم. رحیم جان، من تو رو میخوام، نه گوشواره رو. چرا زودتر نگفتی؟ باشه، همین الان میآورم. بلند شدم و به اتاقی که اتاق خواب و صندوق خانه ما بود دویدم و گوشواره را با علنگویی که مادرش داده بود آوردم و به دست او دادم. گفت علنگو رو دیگه چرا؟ این مال مادرمه. پولش رو قسطی به اون میدم. شستم خبردار شد. پس مادرش علنگو را هم خواسته بود. همان زنی که آن روز از صبح تا شب قربان صدقه من رفته بود. همان زنی که دلم میخواست به جای مادرم قبولش کنم. اینطور آب زیر کاه از آب در آمده بود. گفتم پس مادرت علنگو را هم خواسته دیگر. ببر همه را پس بده. از جا بلند شد و رو به پنجره ایستاد و گفت خب میگی یادگار شوهرمه. اینها را برای حفظ آبروی تو دادم. لازم بود سر عقد بزند یه چیزی بدم. باز مکس کرد و افزود اگه دوستشون داری پولش رو به مادرم میدم. قسطی میدم بهش. از هرچه طلا و جواهر بود نفرت پیدا کردم. گفتم نه رحیم، ببر بده. من از تو هیچ چیز نمیخوام. من که برای طلا و جواهر زن تو نشدم. دوباره روی تاقچه نشست و دستهای من را گرفت. محبوبه، من شرمنده تو هم. دست روی دهانش گذاشتم. دنیا برای من همان گوشه اتاق کوچک بود. گفتم نه، نگو رحیم، این حرفا رو نزن، فدای سرت. کف دستم رو بوسید و گفت من این دستهای کوچک رو غرق علنگوی طلا میکنم. به این گوشهای ظریف گوشواره الماس میکنم. به خاطر تو اگر شده شب و روز جان بکنم این کار رو میکنم. اگر نکردم حالا میبینی. بگذار این دکان سر و سامانی بگیرد. بگذار امسال بگذرد. میروم توی نظام محبوب جان. هر کار را که تو دوست داری میکنم. از ذوق قند توی دلم آب میکردن. از شوق به گردنش آویختم. گور پدر دستبند. گور پدر گوشواره. Thank you.